مثل همیشه شروع کنیم. سلام، خوش اومدین به یه ویدیو دیگه با من. مهمان داریم. چه مهمانی؟ سلام. نیک امروز اومده، یکی از دوستایی که اینجا باشه شدم تو همون میتاپ ها. اومده ایم راجبه سوالایی که پرسیده بودین در مورد مهاجرت جواب بدیم. حالا ببینیم چی میشه. سوالاتون هم جلو منه. خب برو بریم. سوال اول در مورد امنیت کانادا پرسیدن و اینکه حالا هر کدوم ما میخوایم بگیم. اینجا امنیتی که دیدین نگاه کنین. شما وقتی وارد کانادا که میشین، یه چیزی که شاید توی ذوقتون بخوره و ببینید بشه، اینجا جمعیت زیاد هوملس هاشه. این اونا که میگه سلام علیکم. بعد نه ایتس اوکی. جمعیت زیاد هوملس هاشه. یعنی شما تو هر جای از هر منطقه‌ای که برید، حالا توی شهر ونکوور بزرگ، اینجوری که هر منطقه‌ای که بری، ببخشید، منطقه به منطقه که برین میتونید هوملس ها رو ببینید. فرقی نداره. حالا یه خیابون هم هست، یه مختصشونه، یعنی شما همینجور از بالا تا پایین بی خانمان میبینید و اون چیزی که احساس امنیت تو ازت میگیره ولی کاری به کارت ندارن. ولی اونجوری نیستی که ازش همچین حس خوبی داشته باشی، ولی یه خورده ممکنه احساس خطر بکنی ولی کاری به کارت ندارن. و من تقریباً 24 ساعت روزو بیرون بودم و هیچ احساس بدی نداشتم نسبت به این قضیه. من به عنوان دختر بگم، اینکه راجب هوملس ها گفت، هوملس زیاده ولی من تا حالا نشده احساس خطر کنم و کنارشون، یعنی حرکتی نمی‌کنن که تو بخوای بترسی یا استرس بگیری. اگرم هر شرایط روحی روانی داره، حالش بده یا هر چی داد میزنه، با خودشه، به تو حمله‌ای نمی‌کنه، یه گوشه داره زندگی خودشو میکنه. من تجربه بدی با اینا نداشتم اصلا. و اینکه به عنوان یه دختر که من توی ایران جرأت اینو نداشتم که شب و صبح توی خیابونا پیاده برم این ور اون ور یا اصلا خارج از چارچوب ماشینم باشم، اینجا اصلا این داستانا رو ندارم و حتی اگه شب دیر وقت تو خیابون هیچ کس هم نباشه، خب خطر همه جا هست ولی من اون استرس رو ندارم. البته کامنت دارم در مورد از آدما خطر ندارید. ولی تو مناطق شمالی بنده خودم از چیزی که خیلی میترسم خرس. یهو داری راه میری، خرس بغلت ظاهر میشه. حالا اون که خوبه، من یه مدت اینجا خب چند تا شهره کنار هم که شهرهای مختلف ونکوور بزرگ که بهش میگن لوئر مینلند رو تشکیل داده. یکی از این شهرها که من مثلا 2 هفته توش بودم، شهر وست ونکووره. اینجا یه شب برا من داشتم این وست ونکوور میرفتم بالا، اتوبوس نتونستم گیر بیارم. بعد یه مسیر طولانی مثلا 50 دقیقه بعد میرفتم تا میرسیدم به اونجایی که اون موقع بودم. همون موقع برام نوتیف اومد که کوگر یا همون شیر کوهی توی وست ونکوور، خبر داشته باشید. نوتیف کوگر اومد و واقعا از اون لحاظ ترسناکه. آره، ولی حالا کوگر که اگه بهتون حمله کرد که اشهدتون رو بخونی خدا رحمتتون کنه، ولی خرس مشکی کاریت نداره. همچنین خودتو بزرگ نشون بده و سر صدا کن. این در مورد امنیت حیوانات. ولی امنیت انسانا من تا حالا هیچ اون استرسی که تو جون من بوده از ایران هنوز هستم، ولی وقتی میبینم هیچ خطری تهدیدم نمیکنه، حتی تنها هم پیاده میرم میام، دیر وقتم هست، هیچ کی تو خیابونا نیست، هیچ اتفاقی نمیفته و کسی حتی نگاه چپ هم بهم نمیکنه، یه ذره خیالم راحت تره نسبت به روزای اول. روزای اول خیلی استرس بیشتری داشتم، الان خیلی خیالم راحت تره، میدونم که خب همه چی امن و امانه. خب بس به نظرم این سوال بعدی. خب سوال بعدی اینه که نژاد پرستی اینجا چجوریه؟ یه موردی که در مورد حالا شهرهایی که اکثرا ایرانی‌ها میرن که میشه تورنتو و ونکوور، این شهرها اصلا چیزی به نام نژاد پرستی به اون شکل وجود نداره. چرا؟ من الان 3 ماه اینجام، خیلی هم آدم برونگراییم و فکر کنم 30-40 تا دوست تو این 3 ماه پیدا کردم. از این 30-40 تا دوستی که من پیدا کردم یه دونه کانادایی میشناسم، یعنی همه مال جاهای مختلفن و شما تو خیابون که راه میری کمتر میبینی آدما دارن با هم دیگه انگلیسی حرف میزنن، اکثرا دارن تو به زبان خودشون حرف میزنن با هم دیگه. بنابراین چیزی به نام نژاد پرستی وجود نداره. اما اینکه در مورد استریوتایپ های یک نژاد صحبت میشه هست، ولی اینجوری نیستش که مثلا بره مثلا به کسی به خاطر رنگ پوستش
توهین کنه یه چیزی. ولی خب در مورد استریوتایپ های نژادی صحبت میشه. اینم بهتون نگفتم، اینو اول ویدیو بعد میگفتم، ما جفتمون تقریبا یه تاریخ، یعنی یه مدته که اینجاییم. آره واسه همینم هست که اصلا اومدیم راجبش صحبت کنیم. تو تجربیات جفتمون تو یه بازه زمانیه و تجربیات اونم به شدت متفاوته، چون من درونگرام و برونگراه. میگه 30-40 تا دوست پیدا کرده، من یه دونه چند تا یه اکیپ کوچولو بودیم که هی کوچیکتر شد. من هی چی میگن؟ قلتک؟ نه چرا دیگه تو قلتک مندازن دیگه؟ قلتک اونیه که اینجوری میکنن، اونی که اینطوری میکنن چی میگن خدایا؟ حالا اینا بلوپر میشه. او مای گاد. وایسا حتی نمیدونم چی میگن. حرف بزنید فکر میکنم چجوری آردو تمیز میکنی؟ الک خودم بدم اومد. لازم نبود سرچ کنه. آره از تو الک همه رد شدن، 2 نفر موندن دیگه فعلا، بقیه همون گوشه موشه ها هستن. ایشونه و یکی از دوستا دیگه که قراره یه ویدیو دیگه باشون ببینید ان شاءالله در آینده. لازم میخوایم فارسی یادش بدیم. آره میخوایم فارسی یادش بدیم. بعد راجبه چی داشتیم حرف می‌زدیم؟ من از چیز خارج شدم. نجات پرستی. نه تفاوت این که نجات من 30 نفر دوست دارم. آره یکی از تفاوت‌ها اینه که خب دیدگاه‌هامون یه ذره متفاوته و شرایطی که باهاش اومدیم جلو فرق داره، ولی تو بازه زمانی مشخصی که یکیه. راجب نجات پرستیشون من بخوام بگم، خب همه چی رو نیک گفت، ولی کلن آدمای کانادا، آدمایی که توی کانادا باشون روبرو میشه، حالا من ونکوور رو دیدم، راجب ونکوور صحبت میکنم، خیلی آدمای نایسی هن، یعنی به شدت مهربونن، چیزی که شما تو اروپا نمیبینی. چیه؟ تو اروپا نمیبینی. چرا پوزخند زدی؟ من با اروپایی‌ها رفت آمد میکنم بعد اصلا نایس نیستن. همون دیگه، همون چیزی که تو اروپایی هم میبینید، تو کشورهای اروپایی میبینید که مردم اصلا نایس نیستن، اصلا مهربون نیستن، مثلا چیزایی که اینجا خیلی ادب و احترام میذارن. به حتی تو آمریکا هم من شنیدم، که من که نرفتم ولی شنیدم که انقدر آدمای مهربونی نیستن. یکی از چیزایی که قبلا هم بهتون گفته بودم همین در نگه داشتن واسه هم دیگه است. در واسه پشتش نگه میداره، خیلی از هم تشکر میکنن، خیلی ارزش میکنن، خیلی معذرت خواهی میکنن، همش میگن سوری. خیلی ارزش قائلن واسه طرف مقابلشون، اینجوری نیستن که بی اهمیت رد شن، مهربونن و این صحبت دیگه. سوال بعدی. خب سوال بعدی، از مهاجرتت راضی هستی؟ 3 ماهه که وقتی یه نفر 3 ماه میاد، یعنی میگن یه بازش میکنن. بازه هانیمون فیز تا چند ماه؟ تا 6 ماه میگن تو هانیمون فیزی. حالا توی همین هانیمون فیز من خیلی احساسات قاطعی داشتم، بعد ولی تو این 3 ماهی که من اومدم یه بار فقط هومسیک شدم و اونم مثلا بگم اونم دلیلش این بود که من مریض شدم اینجا و حس کردم واقعا تنها، چون من تنها اومدم اینجا و تو اون خونه‌ای هم که زندگی میکنم، اتاقی هم که اجاره کردم، 3 نفر دیگه شون مال یک کشورن همشون و اینکه خب حس خیلی بیشتر حس تنهایی بهم القا میشه و اصلا هم با هم خب مهربون نیستن. بعد من فقط اون 3-4 روز حالم بد بود، ولی بقیهش به من داره فعلا خوش میگذاره. همینجور هر روز چیزای جدید، تجربه‌های جدید، دوستای جدید، فعلا راضیم. ولی در مجموع این که بخوام بگم مثلا تا آخر عمرم میخوام کانادا بمونم، نمیدونم، چون شاید مثلا در آینده بخوام جاهای دیگه هم زندگی کنم، نمیتونم گارانتی به خودم بدم که تا آخر زندگی میخوام کانادا بمونم، چون یه چیزی که اینجا هست و متوجه شدم، اللحاظ مثلا مالیات و اینجور چیزا خیلی اذیتت میکنن و یه جاهایی مثل دبی که وقتی میبینی مالیات نداره، خب شاید آینده مثلا دور تو بکنی که شاید بری دبی. و اینکه مثلا یه مشکل دیگه هم داره، اینجا خیلی دوره از همه چی. خب این تو مثلا حتی خودت توی قاره خودت هم بخوای مسافرت بری دوره، یعنی شما حداقل مثلا 5 ساعت باید رانندگی کنی که برسی به استان بغل، برسی آلبرتا. خب ولی مثلا جایی مثل دبی، جایی مثل اروپا، کشورهای اروپایی، همه چی به هم نزدیکه و تو احساس میکنی بیشتر نزدیک دنیایی. ولی به نظرم تا 5 سال 10 سال آینده من خودم دوست دارم کانادا بمونم.
ولی تا آخر عمرم نمیدونم. خب یه چیز دیگه هم که بهتون بگم اینه که من نه سر کار میرم نه کالج میرم در حال حاضر، ولی نیک میتونه سر کار بره، هنوز کار پیدا نکرده نه ولی کالج میره. این هم یه تفاوت دیگه یه که ما داریم. مهاجرت راضی هستم یا نه؟ همونجوری که گفتیم فعلا تو هانیمون فیزم من و نه کار میکنم نه درس میخونم دیگه. خیلی هانیمون فیزم من، فقط دارم تفریح میکنم. حالا فقط هم تفریح نمیشه گفت، ولی بیشتر اکثریت تایمم به گشتن و اینا میگذره تا اینکه بخواد مسئولیتی داشته باشم. دوست دارم که بخوام کار کنم ولی هنوز وضعیتم مشخص نیست. راضی هستم فعلا، ولی واسه اینکه بخوام این جوابو الان بدم خیلی زوده، ولی تا اینجای کار دوستش دارم. آره. وکیل مهاجرتی خیلی سوال کردین. 90% سوالاتون کلا راجع به مهاجرت بود از من. همونجوری که گفتم من وکیل مهاجرتی نیستم، نمیتونم جواب سوالایی که خیلی تخصصی رو بدم، ولی راجع به وکیل بخوام بهتون بگم، اول اینکه قبل از اینکه اقدام کنید اصلا با وکیلی صحبت کنید، اول اینکه چک کنید ببینید واقعا وکیل هست، شماره ثبت داره، ثبت شده اصلا یا نه. همینجوری میاد میگه وکیله، چون الان 90% هموطنانم وکیل مهاجرتی شدن و اطلاعات اشتباه میدن بهتون، گمراهتون میکنن، وقتتون رو تلف میکنن، از اینکه اطلاعاتتون کافی نیست سوء استفاده میکنن. واسه همین خودتون اطلاعاتتون رو اول کامل کنید. هر کشوری بخواید مهاجرت کنین، هر کشور یه وبسایتی داره برای مهاجرانی که میخوان برن تو اون کشور زندگی کنن. بارون گرفت. و اطلاعات لازمی که لازم داشته باشین و میتونید اونجا سرچ کنید، بخونید راجبش، خودتون رو پر کنید از اطلاعات. و به اضافه این که راجب کالج از من پرسیده بودید که چه رشته‌ای برم بخونم، به میگن سنم زیاده برای کالج رفتن. اصلا این صحبت ها نیست. هیچ کشوری کاری به سن شما نداره تا وقتی بخواید تحصیل کنید، ولی اینا رو هم باز باید توی وبسایت دانشگاه یا کالجی که میخواین توش درس بخونین اونا اونجا چک کنید. به حرف وکیلا انقدر اعتماد نکنید. تجربه بدی داره، میخواد صحبت کنه. من پروسه مهاجرتیم 2.5 سال طول کشید. من قرار بود 20 سالگی بیام کانادا، الان 22 سالم. خب در مورد اینکه کالج بخواید برید دیر میشه دیر نمیشه، من توی کلاسم از 18 ساله داریم، از 17 ساله داریم تا دعوا شد 17 ساله داریم. آره امنیت خیلی داره. اینجا رو کات کن، اینجا رو از 18 ساله داریم تا 29 ساله، این کالج هم داره میاد. و اینجا اصلا تحصیلاتش اونجوری نیست که شما بیای دیگه قله های علمو یکی پس از دیگری فتح کنی. اینجا بیشتر کاربردی به تحصیلات نگاه میکنن و شاید یکی مثلا اینجا بیاد بگه که من میخوام بیام فوق لیسانس بخونم، تو کار کردن در آینده براش مشکل پیش بیاد، چون مثلا میگن که تو اوور کوالیفای، یعنی بیشتر از اون چیزی که ما میخوایم هستی. برای همین برای تحصیل کردن اینجا خیلی مثلا نباید این موضوع فکر کنین که سنم بالاست، رشته چی میخواد. ببینید بازار کار اون کشور چی میطلبه. هرچی هم خب توی حوزه دیجیتال باشه الان همه چی میخوان. خب هر چیزی که مربوط به اینترنت باشه، به سوشال میدیا باشه، همه اینا چیزی که الان میطلبه دنیا. یه سری رشته هم که سنتیه مثل پزشکی اینا که بحثشون جداست. در مورد وکیل مهاجرتی این 2.5 سال که طول کشید، من خودم یه کاری که میتونستم راحت بکنم، میتونستم با یه هزینه کمتر برای دانشگاه اقدام کنم خودم، یا اینکه اگه کسی فامیلی اینجا دارید بگید که آقا مثلا من میخوام برای فلان دانشگاه شما برای من یه $100 $150 فقط پول اون رزومه‌مو بفرستین و اینجور چیزا رو بدید و اون دانشگاه به شما جواب میده. با همون جوابی که از دانشگاه، با همون پذیرشی که از دانشگاه شما گرفتید، میتونید وقت سفارت بگیرید توی سایت های خود ایمیگریشن کانادا IRCC. میتونید برید وقت بگیرید، اقدام کنید، مدارکتون رو خودتون بفرستید و خودتون کارتون رو ببرید جلو. واقعیت اکثرا به خاطر ناآگاهی ها میان سوء استفاده میکنن ازت و پول زیادی میگیرن. من که وکیل گرفتم اینا، کارم چی شد 2.5 سال طول کشید. من یه بار ویزام ریفیوز شد به خاطر اینکه اون وکیلی که اومده بود بر من بشه گفت نه هر رشته‌ای که باشه اوکی، در حالی که مثلا یه رشته اشتباهی برای من پر کرده بود. خب برای همین اصلا به وکیل اعتماد نکنید، خودتون کاراتون رو ببرید جلو. وکیل هم خواستید بگیرید، بهتره وکیل مهاجرتی بگیرید که ایرانی نباشه واقعیت،
چون حالا متاسفانه سوء استفاده میکنن ازت اینجا. خب آره اکثریت سوء استفاده رو ازت میکنن و بعدم اینجوری که همشون هم میخوان همدیگه رو بکوبن، یعنی میگن ما بهتریم. این رقابت ناسالم بینشون وجود داره. سوال دیگری که اینجا هست، اتفاقی باعث شوک فرهنگی شده. یکی از، حالا من یه موردشو میگم، به نظرم این خودش میتونه یه تایتل ویدیو باشه. آره یه مورد من میگم از اتفاق شوک فرهنگی. اینجا یه ایستگاهی داره، اینجا مترو نداره چون بغل دریاست، خب بکنن به آب میرسن. اینجا متروش مثلا متروش رو هواست که بهش میگن اسکای ترین، بعد رو پله. یه ایستگاه داره اینجا به نام ایستگاه گرنویل که توی داونتاونه، تو مرکز شهره و ایستگاه شلوغیه، چه پیاده شدن چه سوار شدن و خیلی شلوغ هم میشه. من یه روز ساعت 8 صبح که ساعت شلوغی اسکای ترین حساب میشه رسیدم ایستگاه گرنویل که میخواستم برم دانشگاه، برم کالجم. حدود 1 دقیقه در اسکای ترین باز نشد. چیزی که واقعا برای من شوک فرهنگی بود و عجیب بود این بود که یه نفر حتی صداش در نیومد، حتی دست برای مامورای بیرون تکون نداد که چرا در باز نمیشه و مامورا میرفتن و میومدن و همینجور سر جاشون وایساده بودن، هیچ واکنشی نشون نمیدادن. آقا 1 دقیقه سر وایساده، بعد توی ساعت شلوغی توی شلوغ‌ترین ایستگاه. و مثلا اگه همین اتفاق تو دروازه دولت میافتاد قطعا مثلا خون ریزی میشد. خب تو ایران من مترو سوار میشدم و تونل وحشت میشد. یه سری از ایستگاه هم دروازه دولت از همشون بدتر بود و این موضوع واقعا برای من عجیب بود چون که فرهنگی بود. یکی از بچه‌ها همون دوست دیگه ایمون که اسمش سیفه، فارسی بلد نیست. سلام میتونه سلام اصلا نگاه نمیکنه ویدیوهای ما رو، ولی میگفتش، نمیدونم تو بودی یا نداشت، میگفتش که یکی از ایستگاه‌ها من صبح ساعت 5 که میخواستم برم دانشگاه با آرنج میزدن خودشونو به زور جا میکردن. یعنی منم ندیدم ولی چیزی که تعریف کرده میگه ساعت یک از ایستگاهایی که میخواسته بره دانشگاه چند سال پیش دقیقاً همون مایه‌های مترو خودمون بوده. آره دروازه دولت نرمال بوده. بعد خودشون رو میگفت من اوایل خیلی آروم وای میستادم با شخصیت برم تو، ولی دیدم نه انقدر همه دارن اینجوری میرن تو، من چند روز جا نشدم که برم دیگه. منم از سریای بعدی دیگه همین شکلی وارد قضیه شدم. من شوک فرهنگی مواجه نشدم. هیچی؟ الان تو ذهنم هیچی نیست. رک بودنشون برات اصلا یه خورده تعارف ندارن اصلا به هیچ عنوان، حتی یه ذره‌ای. یعنی خیلی رک و پوسکنده. آقا همینی که میگه به خدا نباید میگفتیم امنیت داریم. تا بهشون نگی پولمو بده نمیدن بهت، یعنی خیلی ریلکسن در مورد این موضوع و اصلا هم بیادبی حساب نمیشه که بهشون بگی که من پولمو میخوام و تا اصلا نرماله و باید بهشون بگی که آقا مثلا رفتیم فلان جا فلان کاری کردیم لطفا اون پول منو بهم بده و اگه اینو منشن نکنیم مثلا یادشون میره. بعد اینو حتما بهشون یادآوری کنی که آقا فلان مسئله که اتفاق افتاد مثلا این ایمیل من پولمو بزن بهم. و اینجا خب اپلیکیشن های انتقال پولی ندارن مثل ما، با ایمیل میفرستن پولشونه. رمز دوم خیلی چیزشون عجیبه. از لحاظ سیستم بانکی خیلی رمزاشون، سیستم بانکیشون خیلی راحت تر میتونیم بگیم هست، چون اونجوری چون اونجوری مثلا ما رمز دومو بزن و CVV2 بزن و اصلا اینجور چیزا نداره. یه ایمیلی رو اکانت تموم. البته یه مثلا سوالم طرح میکنی باید جواب بدی اون سوالا رو، اونم خیلی باحال بود. اینکه تعارف ندارن اگه بهت یه پیشنهادی میدن اینو بدونید که اگه کلا یه حرفی بهت میزنن خیلی بی‌تعارف، آره خالصانه و مخلصانه میاد بهت میگه. مثلا میگه میخوای برسونمت، خیلی بدون تعارف داره میگه. یعنی که تو اگه بگی نه مثلا راه دور میشه نمیخواد، میگه اوکی باشه. یعنی اینطوری نیستش که اصرار کنه یه بار دیگه هم تکرارش نمیکنه. آفرین. آره نمون میگه خواستی میرین، چون اینا اصلا معنی و مفهوم تعارفو ندارن تو دایره لغتشون. کلا هم تو همه موارد دیگه این صدق میکنه. همین. سوال بعدی.
در مورد روابطشون، منظورش حالا روابط نسبتا عاشقانه میشه دیگه این فکرم سال آخرم هست، میتونیم خاموش کنیم. اینجوری که من ندیدم کسیو که تو رابطه باشه به اون شکل جدی. اینجا اکثرا اینجوریان که خیلی طول باید بکشه که بگن ما توی رابطه جدی هستیم، تا قبل از اون مثلا همه با هم دیگه دوستن و میرن و میان و لذت میبرن، عشق و حال تا صبح. ولی خب مثلا خیلی راحت تر میگیرن قضیه رو تو اون چند نفری که من دیدم از دوستام. خودم که حالا هیچی نداشتم اینجا با کسی دوستی اون مدلی ولی با اونایی که دیدم خیلی راحت تر میگیرن و ما خیلی سخت میگیریم دوستیامونو، ولی اینجا خیلی راحت ترن، چیل ترن حالا. و اینکه خیلی بیشتر خودشونو اول قرار میدن، سلامت خودشون خیلی توی اولویت بیشتر قرار داره و اینجوری نیستش که مثلا ماها در مثلا ایرانی‌ها وقتی میان در مورد روابطشون صحبت میکنن یه خورده شوک میشن که میگن آقا چرا انقدر همدیگه رو اذیت میکنید. خب بعد خیلی راحت تر به نظرم این فرهنگ مووان کردن توشون بیشتره. خب و سخت‌تر وارد رابطه میشن، بیشتر یعنی سخت‌تر وارد رابطه، سخت‌تر رابطه‌شون رو میبرن توی مرحله جدی‌تر. این نظر منه، ولی راحت‌تر میبرن تو مرحله جدی‌تر. البته قضیه هم که هست، من بگم من مثلا از این 40 نفری که میشناسم 30 نفر سینگلن 10 نفر باقی مونده 8 نفر لزبیان هستن و 2 نفرن که حالا مثلا توی با هم دیگه دوستن و بنابراین جامعه آماریم خیلی خوب نیست. ولی مثلا خب چون جامعه آماریم اون 8 نفری که لزبیان هستن اینجوریان که خیلی راحت میگذرن تو روابطشون، خیلی بیشتر به فکر خودشونن. اون چند نفری هم که حالا استریت هستن و مثل بقیه هستن حالا الان سینگلن ولی در مورد روابطشون حرف میزنن، خیلی بیشتر خودشونو اولویت قرار میدن. اینو من خیلی دیدم که خودشونو اولویت همیشه قرار دادن. مثلا اون فداکاریه رو من ندیدم تو ایران. خیلی ما میخوایم فداکاری کنیم برای رابطه، این چیزی که تو روابط من دیدم. من بخوام راجبی من که موافق نبودم با جامعه آماری من آخه بیشتره، البته اینم بگیم. منطقیه ولی خب من موافق نیستم. فکر راجب روابط گفتی همون موقع می‌خواستم حرف بزنم ولی موشه رو نگاه، ولی الان داره یادم نمیاد. آره خیلی موش داره. نه اینا موشه، اونا که گنده است ما داریم. آره رد. داشت میگفتش که چیزایی که داشتی میگفتی یه بار مرور کن. خلاصه خیلی بیشتر خودشونو تو اولویت قرار میدن. آره اینو موافقم که خودشونو تو اولویت قرار میدن. خب ما تو ایران هم باید همین کارو بکنیم. کار سالم همینه، همیشه خودت باید اولویت باشی، بعد بقیه رو اولویت قرار بدی. همیشه اول خودتی. و یه چیز دیگه که گفتیم بود که سخت‌تر به مرحله بعد رابطه‌شون میرن. آره کلا کژوال دیتینگ بیشتر. آره خیلی زیاده، ولی خب اینطور نیستش که بگیم کسایی که رابطه جدی دارن نیستن. همه جا همه مدل هستن. آخه اینجا یه ذره همه چی بازتره. اونم دلیلش اینه که فرهنگشونه. آره دقیقاً. و چیزی رو سخت نمیگیرن، کلا دیتشون رو میکنن. اینجا هم روابط تاکسیک هست، فکر نکنین الان اینجا همه چی گل و بلبله، اون تو ایران همه داغون و سمیان. نه واقعا نیست، ولی یه ذره کمتر سخت میگیرن به خودشون. اینو قبول دارم از حرفاش. همون موقع باید 2 میکروفون داشتیم. کلا درسته. نه نمیپذیرم، پذیرا نیستم، ولی باید 2 میکروفون می‌داشتیم که من وسط حرفش میپریدم و حرفاشو قطع میکردم، نظر خودم میدادم. یادم نمیاد چی گفته دیگه، کم بوده امکاناته، عذرخواهی میکنم. در آینده پادکست سوبرگونه میزنیم. آره قراره که خودش هم کانال یوتیوب بزنه. حالا تا اون موقع فعلا دور، چون الان درسم زیاده، خیلی بدبختی دارم. شاید هم سرعتشو بردیم بالا، زودتر انداختیمش تو این راه تو راه خلاف. ولی آره تا فعلا نزده. مهمون برنامه ما میشه دیگه. سوالا که تموم شد بیشتر بود، ولی سوالاتون یه ذره مرتبط نبود به ویدیویی که امروز قرار بود بگیریم. مثلا در مورد پرستارا اینجا پرسیدم، من هنوز
درمانگام نرفتم، حالا چه برسه بخوام ولی ببین اینی که گفتی، ولی باید راجبش حرف بزنیم. ولی گوشیم داره 30 دقیقه است داریم ریکورد میکنیم، قلم پر میشه، پس خدافظی میکنیم. ولی راجب این موضوع که بخش درمانی اینجا خیلی پروسه سختیه، باید حتما حرف بزنیم، چون که ولش کن بعداً صحبت میکنیم، طولانی میشه. مرسی که این ویدیو رو دیدین، مرسی از نگاهتون. شما صحبتی ندارید. خدافظ. اگه ویدیو رو دوست داشتین اینجا لایکش کنین، این برم سابسکرایب هم کنید. همین دیگه. Peace out. خدافظ.